سلام به دوستای ژنوفیتی، امیدوارم خوب باشید. آقا چرا قهوه اثر ثابتی رو همه نداره؟ چرا بعضیا با یه فنجون قهوه 4-5 ساعت نمیخوابن اما بعضیا با همون یه فنجون 5 دقیقه بعد میخوابه؟ یه علت کوچیک اما جالبی داره. ببینید همه ما یه ژنی داریم به اسم CYP1A2. یکی از کار اصلی این ژن تجزیه کافئینه و در بدن همه ما هم فعاله، یعنی کافئین رو تجزیه میکنه. اما یه تغییر کوچیک توی این ژن اتفاق میفته که باعث میشه سرعت عملکردش به شدت بیاد پایینتر، یعنی کافئین رو تجزیه میکنه اما با سرعت کمتر. اینا همون افرادی هستن که با یه فنجون قهوه دیگه چند ساعت خوابشون نمیبره. البته فقط روی خواب نیست. حالا شاید شنیده باشین قهوه واسه قلب مفیده، اما واسه این افراد دقیقا برعکس میشه، یعنی هیچی مفید نیست، به ضرر سیستم قلبی عروقی هم هست. در مورد ورزشکارا هم اگه خودتون ورزش میکنید یا دیدین که ورزشکارا قبل از تمرین قهوه میخورن، یه مطالعه اومد بررسی کنه ببینه اصلا اثری داره. دیدم بله اثر مفیدی هم داره، اما فقط رو اون گروهی که از نظر ژنتیکی کافئین رو سریع تجزیه میکنن. واسه اون بقیه افراد، اونایی که کند تجزیه میکنن، هیچ اثری نداشت. حالا بچه‌هایی هم که تست تغذیه ژنوفیت رو دادن، اون بخش رو حتما دیدین که راجع به کافئین بهتون گفته شده که چقدر میتونید مصرف کنید یا اینکه سرعت تجزیهش تو بدنتون چجوریه، چون به نظر خودم که یکی از جذاب‌ترین بخش‌های تست تغذیه ژنوفیته. در کل هم نگاش کنید موضوع ساده‌ایه. ما یه ژن داریم مسئول تجزیه کافئین. این ژن یه تغییر کوچیکی روش اتفاق میفته و این باعث میشه که افراد مختلف حس متفاوتی نسبت به قهوه داشته باشن.